سعی که سراغت میشته خاک زده روز جمع صبح به صبح در سرا تا سرا میشیشتم ایسه کل از کنه اینه لولا تو کینی بله تو کینی تو کینی به سراما تو کینی به سرامانی تو میگه سرامو عبا تو دیونی تو دیوانه شدی شما سراما تو چی کار دیونه شدی میکنی؟ برو کاکا و درس تون چی می داره وکدی این در که بسته ویدی چه مدی من کلی دارم براره ما این سران ما گیره کردیم با خیلی بیشتر گیره کردیم ما بیران رفته بودیم دو ما لالا رمضو چی میگه ای؟ لالا رمضو بیا این شما بیاده به سراما بشتم میگه سرامایی کاکا ما گیره کردیم چه روز میشه برو تو چه کاره؟ این به چه گفت بیامده تا سرام سلام علیکم و علیکم چی می لالا اینجی؟ لالا این سرا از منه گیری شو کاکا چو از سرامانه؟ یالای چی می بیلای والله یکی نیا سخت بیلای تو تنگ میای به سرامو لالا ما دو ماه میشه بیران رفتیم بفهمیدین اوه. همین سرار ما با دو ماه خود تسلیم کردیم کلیارم بدیم گفتم این سرار رو نگاه گوش کنه برا جو ما از دفتر ساعت کوچه ما گیره کردیم سرار یک بچه جوان کلیا دا سرار بیان چند گریو کردی لالا این سرار ای به 5 لک و 10,000 5 لک و 10,000 ها و یا والا. دو ماه گریو داده باشه بعد من نمیفهم که دو ماه تو بیدا لکن برا مرکت که بری شو از سرار خب. دوباره که به سرار مردم میه یا الله کو یا در سرار تک تک کنک برو برو لالا بخیر بری برو انا علیکم برو لالا این چی رقمه آخه سرار ما گیره کردیم با صاحب سرای پیدا شد این چی رقمه این کلابسی نباشه همین معامله شاید لالا خدا خیر پیش کنه بابا شما کلیار بدن دست من که من برو خونه تر تمیز کنمه بفتم سرا میبینم که یک بچه یک خود خود یک بچه یک کلمه بیروش گفتک این خونه ما چه روز میشه که گریو کردن دیگه کس میشینه چه روز میشه گیرم کرده؟ بابا خونه ما دیگه کس میشینه همسایه میشینه اما کله کده است دومات تو دادم خیلی من نمیفهم بابا بیان گفتک من این خونه 40 روز میشه گریو کرده اینه یه امو خاطب سر مرد بجلمو مچو عباس عباد اشتباهی رفتی بابا گپای میزنم ما 10 سال نماده ما خب خونه نمیشناسم در سرا خو یعنی سرامار بگیره داده ما که بگیره ندادم که آقا سرا میگم دو نفر هم بیری شدن گفتن این سرا از مانه همسایه شیشتا گفتن ما 40 روز میشه گریو کردیم این سرا اینه چرا اینه ما چی میتونم بگم اما کله کده است دومات تو دادم که اون گیلا کم بیار تو را داشت بهار من بیا برات تو عباس بابا برات تو بمیت تحریج زمین هم زهلو تویت خود و کرد یک مثل گیوه بری پات کردم باور کنه گیلا دیگه تو خبره بودم خبر چی؟ سرا ما نفری میشینه کی؟ نفر سرامار دادم بگیره کی بگیره داده؟ دومات میدگول ایدگل؟ ما بودم که سرا ترتمیز که ما کلید داد هم در رو کردیم یک بچه یک خود خود یک کلمه بیری شد چی گفت لالا گفتم سرا ما بیان که ما از ایران آمده بیان ترتمیز کنیم گفتک ما این سرا گیرو کردیم به چند گیره 40 روز میشه گفت تو چند گیرو کردین لالا گفت 5 لک و 10,000 با 5 لک و 10,000 آب سلام همسایه میشینه غم نداری بز بخر بز نبود مرغ بخر اومد قول خدا ایدگول چکار کنم سرا دست آب بله بابا ما به کجا رضا پاشا ما چکار شده؟ ها رضا گفت پاشا پس رضا پاشا ما به کجا برنه که شما سلام آمده سگونه به یک اتاق پرته هم غم نداری بوز بخر مال چکار کنم خدا دی ها؟ تو چکار کنی مال خدا دی همین عباس بابا دروغ میگه باشه ما برو مزارا خودی عباس برو تو ما اگه تو رو در داخل سر رو در چی بست من برتا کنه بیتم 20 جدا به تعگوشی بدل به خدا بیتم بدل که بخوره شما نمیگم بابا میفهم که مرده میگی مرتکل میگم چند نقایش دادم ما بیدم یک خورتکا که وجه چلچله و چی یک کلونه که کتو برو کجا برو برو سکر بابا خبری من عقلم میکشه تو راه نمیدن گیلک بسر من راه نمیدم من چپا میکنه احسن نفر بریم بریم اصلا ادعا شرف خور بکنی خب بریم اصلا نفرمیم بریم گیلا بگو برای اینا کی؟ با امیر صاحب
ما یک دوماد داریم عامر صاحب. خب شما به چه جسد میشه؟ بله بچه اینا پیار منه. صحیح. خب اینا پیار منه. انا ما دو براریم. برار دیگه من اسمی عباسه. پیار من که هستم ماما نوروزه. اسم من گیلک ولد پیار منه. خب انا ما برفتیم 2 ماه به ایران رفتیم. انا کلیار در سرا خلبه دادیم به دست دوماد ما. انا گفتیم امی سرا عواز تو باشه ویش کو. انا حالا بیا آمدیم ما. انا عامر صاحب امی سرا ما بگرفتن دوماد ما داده به گیره. به 5 لک و مچم چنده. بالاخره به 5 لک. انا ما بیا آمدیم اینجا به در سرا که بریم به سرا خو مرتکک چاقلومبی خود یک چلچلی بیری شد. انا میگه که این سرا ما گیره کردیم بشیشتیم. انا حالا ما بیا آمدیم که شکایت کنیم ادعا شرف خور بکنیم که این سرا ما چرا داده بگیره. خب همین که شما سراخو به دومات خود تحویل دادیم شما بگفتیم که ما مسافرت میریم شما که نگفتیم بگیریم. نه ما نگفتیم شما گفتیم ما میریم دو ماه مسافرت میریم با پس میریم فقط کلید ببینید فقط کلی بدن دست دادن گفتن که ما به دست سرا ما 10 دفعه بگفتم که بابا کلید سرا به دست دوماد ما ندن که خودی ما اینکا خود درگیریه. خب به دست کی میدادن؟ به دست کلیو دست کی میدادن؟ میدادن دست مادر ما کسی خونه کدامی تو میرفتیم به ایران. خود خونه بردن بیرون نمیدن کلی در سرا. کلیال به تبالش میکردیم. ماما نوروزه همی دومات شما به اون محل شما میشینه. بله. خب صحیح ما یک جلب به شما میده شما میریم دست ارباب محل میدیم ارباب محل جلب میده دست دومات شما اون انشالله حاضر میشه شما موقعی که حاضر میشد به شما بیایم که ما ببینیم انشالله از نزدیک. یک چیز دیگه عامر صاحب او همی تو آدمی ما پیار ما بزنی گفتین که ما میرم دست رو درد میکنیم گفت ای بر او بر او بر چردی بر شما میگه قبله. نه شما فقط جلب دستی بدیم انشالله حاضر میشه. یعنی سرامون میستونیم 100% اصلا شک نکنید. خب یک جلب به ما بدین. ما جلب شما میده شما بدیم به ارباب. خیر بدین. ارباب محل میده به دست دومات شما. صحیحه؟ خوبه. ایدگل ولد خوشدل. اسم من بلد به اسم من نوشته کنم. نه به اسم مامان نوروز نوشته کردم. خب اسم دومات شما چیه؟ ایدگل ولد خوشدل. عباس گیلک اونا نمایه فقط هم اسم مامان نوروز هست چون اینا از دست دومات خوشکار دارن اسم اینا کافیه. خیر. به زود بگیم نوشته کنیم بگیم زودی بیایی. خب این جلب شما بدیم به دست ارباب بدیم انشالله او حاضر میشه بدیم دست ارباب محل بدیم. خوبه چشم. صحیحه؟ چشم خیر بیم. خیر بیم. خوبه. همین کاغذ انقدر کرده نمیتونی؟ چی میفهم؟ من نمیشته که 2 روز اول برفتم و مکتب بعد که پیشو گم میشه. گم میشه. کسی خوب کنه کسی شما نزنم بابا. خلاص امور بدین دست ارباب او رو حاضر میکنه. ما میشه کار خدمتمون باشه. بریم خداحافظ. 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 یالا سلام علیکم. و علیکم السلام. یالا تیشه بگو بخصو. آنه عمر صاحب من جلب کردم خیریاته. بله این جلب خسور شما شکایت کرده که میگه سرام رو گیره داده مامان روز تو خود کله گنده خواهی نکن که برفتی سرام رو بدی گیره دادی تو شهر معیاله داری بیار من نمی تو آدم سوسته بیار من تو سوسته چون میکنه چوب کو گیل لگی اینجا سر صدا نکن اینجا بودی حق نکشه ایدگل و تو کی گفتی که موتور گفتم که سرام گیره بده حال مر اینجا بیاردین که چکا چه تو بیاردن تو پای شما چوب کنین سعی کنیم اینجا چی گپ کنه تو به خاطر اینجا بیاورده که بدون اجازه بدون هماهنگی از اینا برفت و کلید امانت به دست تو داده بود تو به چی حق قصر از اینا به گیره دادی وسایل از اینا به تهیه خونه انداختی پول بکاردش عمر صاحب کمی وضعیت کاروبار ما خراب بود من گفتم باشه این بدون بگیره بدم مردم اینا به تو اعتماد کرده تو دوماد از خونه ای اینا تو پول بکاردش که تو سرام بگیره بدی خب اینا حالا بیام ولی بس توی بکاردش اینا خوب قبر بکنه و کفن بدوزه موتر خریدم حالا ما برم تا کازرگاه ساکو اینجا خیمه بزنم
سلامتی احتیار کردن باشه. این دیگه که همه زیارت مگر به دشت بریم. خب می داشت نمیگم دیگه. خب اجی سر ما گفتم شاید نیاییم به سر دو ماه ما خودگار. مثل که من قیامتی رو من یک ساله به گیره دادم سر سال گفتم اون خلاص اجی سر. میکنم. بله. آن روز همین سرا که تو فعلا به گیره دادی به کی به گیره دادی؟ ما به شما اگه جس شما رضایت میدیم ما بزی دومات شما چون دومات شما هست دیگه شما میشناسم دیگه بزی یک 2 روز وقت میدم شما تا این 2 روز به حساب به من حساب میمون بخونه فامیل خوباش تا 2 روز انشالله سرای پس میگیری گردن به جگمار هیچ کس ماستا باشه. ما بیایم به سرا خود ما بیاییم. 10 روز بیایم به خونه خود ما. دیشه که میام تصور بیام. 10 روز یک ما بیایم غم نداره. اینجا باید قول بده به حضور شما باید ضمانت بده که شما به 5 روز یا به 3 روز به هر نمیشه عامر صاحب به 2 روز 3 روز ما اون نفر تعال در برون پیدا کنم. سر پس به شما تحویل بده 10 روز وقت 10 روز وقت. که نمیتونه بخونه 10 روز بیایم به خونه خود ما غم نداره. چیکار میشه؟ بابا من 10 نفر خودم میتونم دست روزه برم. و دست شما دلخوره هر شب تو خونه شما آمده ما با مرغ مرده به بارکزی. اپیل بیله نزن. درست من 5 روز سرار گیره گرفتی پس عامر صاحب ما 5 روز اشته 5 لک خورده پول اشته ردیف کنم اون نفر از کجا بیاره بده حداقل 10 15 روز ما وقت بدین اینا هم بیایم با خونه دختر اینا اونجا بگونی نی بیایم اصلا یک شب بعد کاکا خسو در وقت بدید. در روز حالا بی درس کجا برم؟ با خونه ما بیایم با کجا میریم نمیام با خونه تو. خب بریم با خونه دومات دیگه خونه بریم شما عباس بریم شما بسیم با خونه خاله گیلک بریم کم جا داریم بریم بیایم با خونه خود ما بیایم حالا میگیم با خود شما حق نبود دست ما شما عرضه میکنیم چون شما میشناسید ما برای رضایت شما ایره میدیم فقط من در روز اگه میگی لگ چی میگفتم در روز صحیحه بنا با خدا بنویسیم خب صحیحه شما 10 روزی ضمانت داده که ای دیگه با 10 روز باید این سرا کلیل به شما تحویل بده باید تحویل بده. و سالم سرا به شما تحویل صحیحه بعد تحویل دیگه دادم. مشکلی که نیه نه. شما که به این 10 روز انشالله سرا تحویل میدن دیگه اگه تحویل ندادین جرم شما با سنگین تر هم میشه کوشش خو میکنم دیگه اون نفر میرم میگم که پولا ردیف کنم از خونه بیریشه خوبه پناه به بخور پولایی که گرفتی و به املاکی که دادی و خودتون میفهمی از به هر کس که بدادی و به هر کس که بگرفتی فقط به 10 روز دیگه سرا و مامان روز بزنه تحویل بده صحیحه خوبه انشالله ولی پولا که گرفتی چی کردی؟ دیگه که موتر خریدم سال دیگه هم قرض اینه این کیلومتر کرد بده سر من گرفت. موتر حالا به 1 لک بیشتر نمیخره مامان روز 10 تا 10 روز دیگه کلی سرا به شما پس تحویل باید بده ولی صحیحه قبول دارم. دیگه مشکل که نه. حرف چیزی که نداره نه صحیحه مشکل نداره. شما تا 10 روز تحویل میدن دیگه انشالله بلکه بتونم صحیحه دیگه خلاص برم دیگه ما تا 10 من خلاصم بخیر برم شما فعلا به خاطر جیسا که میگه دوماد ما هست شکایت خود پس میگیره که خیر بینیم مرسی سرا به شما تحویل بدیم دیگه خیر بینیم بریم به سلامت بریم خدا خداحافظ شما خداحافظ خداحافظ شما